یه استایل و فیس جالب توی وزکشی مسابقات هشگرد، هم خوش فیسه هم خوش استایل. به به، یه بدن بسیار زیبا و بالانس، عمق کات عالی، فیگوریست هم که هست. ماشاءالله کیفیت پوستش هم خیلی خوبه. تتوهای جالبی هم داره. خب ماشاءالله، خودت معرفی میکنی؟ علیرضا نایبی هستم، 22 سال. علیرضا نایبی. چند سالته؟ 22. ماشاءالله، با اینکه سنت کمه هم فیست خوبه هم بدنت. زیر نظر کی کار میکنی؟ استاد سایی. چند وقت تو رژیم بودی؟ 2 ماه تقریبا. 2 ماه. فیزیک کلاسیکی دیگه؟ فیزیک کلاسیک، بادی کلاسیک. چقدر هزینه کردی برای این مسابقه؟ کلاسیک تقریبا 50 میلیون. سخت نیست با این هزینه ها مسابقه دادن؟ خیلی سخته واقعا. اذیت هر لحظه با بهش فکر کنی. جنگ، گرونی، یعنی تخم گرون میشه، ارزون میشه. خیلی وضعیت خرابه. کاسبی هم خراب. دقیقاً بعد از جنگ خیلی خراب شد. الان توی این مسابقه هم نسبت به مسابقات قبل استقبال کمتر بوده. خیلی کیفیت بدنها بالاست ولی یکم استقبال کمتر بوده. خیلی اینجا خلوت‌تر نسبت به سال‌های پیش میری چیه؟ خودت چندم میشی؟ من که حالا آمادم. تیم اوایدم همیشه تکمیله، همیشه طلاه. هر چقدر تلاش کردیم میتونیم سهممون رو بگیریم. توی رژیم کی بیشتر کمکت کرد؟ خانواده‌ام، مادرم خیلی کمک کرد. مدال تو اگه بخوای قرار باشه بگیری می‌کنم تو دستش. به مادرت. دمت گرم، خیلی عالی. می‌بینیمت. موفق باشی.